سلام دوستان عزیزم، محمد مهدی هستم. تو این جلسه میخوام آهنگ سرژیک، آهنگ ویرون به شیدل رو با هم تمرین کنیم. امیدوارم که دوست داشته باشید. صدای پیانو، منفی 2 ترانسپوزمونه. صدای پیانو، یه ریتم قری هم هست. حالا من بدون ریتم میخوام براتون بزنم. این ملودی اول. خب صدای استرینگ، ملودی دوم. خب صدای ویولون هست. من یه صدای دیگه انتخاب کردم، صدای ساختنی تقریبا مثل ساکسیفونه. خب
خب خوندن قسمت دوم. بعدش دیگه ملودی اول دوباره تکرار میشه و دیگه باز یه دور دیگه از اول زده میشه. خب دوستان عزیزم، سابسکرایب فراموش نشه. اگه دوست داشتید میتونید کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم فعال کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. ما رو به دوستانتون معرفی کنید. کامنت و لایک فراموش نشه. حتما برامون بنویسید که چه آهنگی دوست دارید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.